خورشید گرفتگی در 17 فوریه سال 2026 28 بهمن ماه در برج دلو آغازگر دگرگونی عمیق، رهایی از الگوهای قدیمی و آغازهای جدید است. این خورشید گرفتگی، دگرگونی، درس‌های زندگی، هنر رها کردن و معرفی آغازهای جدید در زندگی شما را به ارمغان می‌آورد. این خورشید گرفتگی که مقارن شده با ماه نو در نشان دلو، نشانه تکامل، انقلاب و تغییرات است که نشان دهنده شکستن قید و بندهای قدیمی و معرفی قوانین و مقررات جدید. بنابراین زندگی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. این فرصتی را برای شکستن قوانین قدیمی و کسب شتاب برای شرایط بهتر که به شما نظم و فروتنی می‌آموزد و بهترین ها را در شما شکوفا می‌کند. اما در عین حال می‌تواند نقطه عطفی باشد اگر سعی کنیم با استقامت و فروتنی با آن برخورد کنیم. در سناریوی نظام سیاسی جهان نیز می‌توان اثرات مشابهی را مشاهده کرد. قوانین جدید جهانی اجرا خواهد شد و در حالی که این تغییرات رخ می‌دهند احتمال دارد که هیاهویی برای شنیده شدن وجود داشته باشد. سیاست تیترهای جنجالی را در رسانه‌ها به خود اختصاص خواهد داد.